سلام خدمت بیننده عزیز. علامه جرد بیشه. اینجا ایرانه. ایران انگشتره و جرد بیشه نجین شه. این منطقه اسم ایسان یوسف جرد بیشه نجین ایران. شمس‌آباد این منطقه ایروی داشت گفت شمس‌آباد جرد بیشه یه بالش اینه شمس‌آباد. خب امروز اومدید خیلی چه کنید؟ سینه خیلی اشتراک بده بیننده ایره 300 داره، نوعی داره در چیزی بگم سیب درختی داره. اویه فراهم کنیم بره. امروز خیلی طبیعت زیبانه باشه به اشتراک بذاری برای طالب رودخونه یه دید ساچلی میدونیم شو بره. خیلی جونم بویی تو به پتی پرهایی یا شادا چه پرهایی جدی یا سی سعی میره بری تو رسیدش داره داره بین میگن سیسته. خب سکنی سیسته. وای جون خوش مزایه عالیه. هیچ چند رسیت موزی وای سیسته ریزه یه توضیح در مورد او بره خواهی رودخونه الان خوش شده بدی یه پچه هل آشیایه اینه اشاریت زراعت چیزی اومن ایرو 30 درخت هست. بعد ایره باغ و اون هم اشایی رو 30 شیلات مویل زداد کردنه 30 شیلات موی 30 کرته برنزی. خب جمع شو تابره رسی بالا منطقه خرس داره هی خرسی بخردشه دشتی نوش کوریابی اشایر ساخت سکنی برای بالا نه موی نیمیه ساختا موی بگرین یوسف سینج sen gissar det med husrisk. Oj بزنیم نه اینجا شیر کلو اینجا نه وحشی بار بخواه وحشی بار بیرو باید تو کنم میبین این برای چند خونی کدوم زریشک برای چند خونی برای بدن خیلی مفیده. شاعر از این استفاده میکنن میکنن داخل برنج وای جگار واو اپاتیون تستوسترون مستسترون مستسترون بخورال شویه وای
یوسف فکر کنم تو بیشتر عمرم کار گذرانی درستی گم؟ ها بله یه زمان یه 100 تا میش داشتی آخه گله فرویم خدا من یارت پس گله داشتی حتی که به سمت ماهی ها برای مویده بجریم میانه تستوسترون جو سیو سیسا با یه اصلا تستوسترون را تستوسترون فتی ها خب امام حسین را هیه خوبه سی زینه بسیار پرش کن سی وریشنی مویده بیرون سین شو مویده؟ ها خب بخواه پیدا خود ویتامین پرس ویتامین تستوسترون خواهدیم ارگانیک وا یوسف اینا رو نگاه یوسف واو بهتر چطورش خیلی خب این ارگانیک مثل اصل کوریجه خلاصه که زندگی تو شهر هیچ معنی نداره یوسف آره ما عمرمون تو کوهستون گذروندیم باقیش هم باید تو کوهستون بگذرونیم یا بریم بریم سراغ مایه و سیبه میکنیم خب یوسف میره که تو رو ماهی گیری رو پنگ کنه فکر نکنم که بتونه ماهی بگیره فقط زیبا الان میخواد این تو رو پنگ کنه من که میدونم در کنانته که در باش این آب زیبا آرامش دهنده واقعا جای زیباست ماشاءالله جگوار ماشاءالله جگوار ماشاءالله جگوار او کمه موی داره تا بخواب موی باید شو موی بگیره شما هم خود کیفیت ناره ایشا اذیتی بود که زون خود اذیت مکو شالله ماشاءالله جگوار تستوسترون اینا گوش چند سابات اون که تو بزیدان خد گردی بیشه همه نیدید ایران میکنی بله اینجا یوسف خیلی خرس داره درسته؟ چند سابات معروف و خرس دادن اینا بیشه شما خونه ناره اصلا دل موجودین نامه آیک خب الان رئیس سر چشمه چهار تا بکلو خرید بعد ایمان موجودین نخواستیم موی نرد برای یه چشمه ایمان رو برسده واو بکلو بکلو دار اینجا اون طرف خیلی بهتر اینا یکم ریزن اونا بیا اینجا نکن اینا آره این بکلو تا نفر اپراتور بیاری بگرس او خدای من وای طبیعی بکلو یا اوف خب با چیزی زورمون بهش میگن فارسی چی میشه؟ فارسی؟ نمیدونی؟ جاکوی اسم ندارم مثلا بکلو واو ما همین بکلو شعوزی باید شد خدای من تمام ویتامین داخلش هم
یک بهشت گم شده است. بگو خب سر چشمه سر چشمه با کدوم می‌ذاری؟ وای قدرت خدا نگاه کن. نگاه کن. پوزا خدا چری نگاه کنی. این آب از کجا در میاد؟ از دل این سنگام. خیلی نوش جان. بده. نوش جان. جا تو خالی. یکی ها یعنی یکی رو همون با یکی یعنی یکی ساعتن اون طرف هم هست ساعت اونجا یکم با اوستا برن یکم این پرده زن که پرده پرده هم زن کنی ببین اینجا پایزه این بعدا میریزن پایین چشمه رو تمیز کنیم. واقعا دمت گرم آقا یوسف چرا ویدیو نمیذاری هر روز؟ اپراتور ندارم. آها بذاریم شروع که هم اون اینه داخل شو اینا الان یا موتور رو پایین نکنیست بکو الان پاییز چوبی یه برجای ریختن اومدن چشمه رو دارن خراب میکنن نه درست باید تمیزشون کنیم. حالا پاییزکی ها برگل خما میریزه. آره دیگه دابرن یه چیز راستی میخواییم آتیش ور کردم آتیش درست کردم اون طرف این تعمیر درست آسی بیاره آقای اپراتور دست در نکن چشم طبیعت خموی نجروتون خود دبوش آدم میگم کباب را بندازی انگاری بعد مایوسم دبوش نه رودخونهش نه خوبی سی مویده موی نراش عذاب زای داره تخوری بشینیم و یه سی غذای سی بخیم بره عجب آب زلال یوسف یخ شد چی ده؟ وخرناك زورش اومده؟ قرزه خیلی خوب ای آتیشی این چی بود در رفت؟ یا یه طوریه
این خستگی بود در رفت فتسایاتشی این خستگی در میره حالا وقت ایمارتشی میشه خستگی چند ایمارتی براتون دست هست تو خواهد بیت بخون نورو تو بخور خدا من نیمه خواهد دقیقه گوشی که وای آیا دست آقای یوسف توش تستوسترونه تستوسترون یعنی چیه؟ نمورو یسون بیاگی تستوسترون خب چای خوبه یا نه؟ دیگه چای خوبه یا نه؟ ما کسی کده این چایش مزهش خوبه استوریه چای آتیشی آخه آخه شکارچی موی خنده نه راشو بیاریم نه چی ما مویگی نیستیم ما مویگی بریم موی نراش بیاریم موی نراش نه هر جا پرسین یوسف تا اسمش بگه یوسف مویجی اینقدر مرد نگم مثلا یوسف مویجی موی نراش هی الان اول پاییزه و بقال یوسف چی کردنه؟ اصلا موی نراش کردن در کل اوش چمه با یه موی داره نه توضیح برسی آخر ویدیو توضیح ده خدا ندرسیم موی بگیریم البته موی نراش کن ده برای سیما آخه وای برای سیما لو چند رو برای سیبال سه تلوا او مای گاد موی بگیریم اونجا محل ماهیه به نظر اصلا ماهی اونجا به دنیا آمد آره اونجا ماهی این قدیدی داره ماهی خونه قوتلی ها این قدیدی تلا گرفتیم؟ آره او میدونم من همیش نستمت سلام سلام سام بیو جردو بخبیو راتیم بی اشان صابات موی نراشت یه سار تا این وردان جردو راتیم بیا داشتار بیتو مامان شان صابات موی داشت من جردو بیا بیا سبوچی یا دون ها بشی ابری بری بیا اینو دون سبوچی وایسه باش سام ورده خب بیا اینو سبوچی خواستای بیدی خیلی تا دار آره بیا برای سی باید تابش کیم خیلی سامه بردی بیا زای بردی بیا تا دا پارم نیست پاره تو نه برو بیا برو آجان بخیر برداشت آگو برده بیا الان تکمیل دوره کاریان خیلی مشکلی ساگری تره بخواست؟ نه اینه باش بازی کن
آیا من نزدیک Gora eğlenceli zaten o şey. İnsin çiğder. Mali meko. Ha, tamam mı çabuk? Aa. نه بازش کن سکو یکی آریانی داره نه نفس نشد اینه ده اینو نگودی